سلام دوستان عزیز، به کانال تک پلاس خوش اومدید. من سجاد هستم و امروز قراره به شما آموزش بدم چطور روی یکی از درایوهای کامپیوترمون رمز بذاریم تا هیچ کسی بدون اجازه ما به اطلاعاتمون دسترسی نداشته باشه. این آموزش مخصوص کساییه که میخوان فایل ها و پوشه های مهمشون رو به طور کامل از دسترس دیگران خارج کنن. بریم سراغ آموزش. اول از همه روی دکمه استارت کلیک کنید و داخل کادر جستجو بنویسید بیت لاکر و بعد روی گزینه منیج بیت لاکر کلیک کنید. اگر این گزینه رو دیدید یعنی ویندوز شما این قابلیت رو داره و میتونیم ادامه بدیم. حالا داخل پنجره بیت لاکر لیست تمام درایو های سیستم رو میبینید و کنار هر درایوی که هنوز رمزگذاری نشده باشه گزینه Turn on بیت لاکر وجود داره. روی این گزینه کلیک کنید. بعد از کلیک ویندوز از شما میپرسه میخواید قفل درایو رو با چی باز کنید. میتونید پسورد انتخاب کنید که رایج ترین روشه و یا سمارت کارت که بیشتر برای سازمان ها استفاده میشه. ما اینجا روش اول رو انتخاب میکنیم و یک رمز عبور قوی میگذاریم که ترکیبی از حروف کوچیک و بزرگ، اعداد و نمادها باشه. بعد از وارد کردن رمز روی نکست کلیک کنید. در مرحله بعد بیت لاکر ازتون میخواد کلید بازیابی یا همون ریکاوری کی رو سیو کنید. این کلید برای وقتی استفاده میشه که رمز رو فراموش کردید. میتونید این کلید رو در اکانت مایکروسافتتون سیو کنید، به صورت فایل سیو کنید یا پرینت بگیرید. پیشنهاد میکنم حتما در جای امن نگهش دارید. بعد از ذخیره کردن یا پرینت گرفتن ریکاوری کی روی نکست کلیک کنید. در این مرحله باید مشخص کنید که بیت لاکر فقط فضای استفاده شده رو رمزگذاری کنه یا کل درایو رو. اگه تازه این درایو رو استفاده کردید و اطلاعات زیادی نداره، گزینه Encrypt Use Disk Space Only سریع‌تره. ولی اگه میخواید همه چی رو رمزگذاری کنید، گزینه Encrypt Entire Drive رو انتخاب کنید. سپس روی Next کلیک کنید. حالا باید روش رمزگذاری رو انتخاب کنید. برای سیستم‌های جدید گزینه New Encryption Mode رو انتخاب کنید. ولی اگه میخواید درایو رو روی سیستم‌های قدیمی هم باز کنید، Compatible Mode بهتره. بعد از انتخاب روش رمزگذاری روی Next کلیک کنید و در مرحله آخر روی Start Encrypting کلیک کنید. بسته به حجم و سرعت سیستم، این فرایند ممکنه از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشه. وقتی تموم شد، کنار آیکون درایو یک قفل کوچیک ظاهر میشه و این یعنی کار تمومه. از این به بعد هر بار که بخواید وارد این درایو بشید، ویندوز ازتون رمز میخواد و بدون رمز یا کلید بازیابی عملاً دسترسی به اطلاعات غیر ممکنه. حالا فرض کنید دیگه به این قفل نیازی ندارید و میخواید بیت لاکر رو غیر فعال کنید تا درایو بدون رمز باز بشه. کار خیلی ساده است. تو پنجره دیس پی سی روی درایوی که قفل شده راست کلیک کنید. حالا گزینه منیج بیت لاکر رو انتخاب کنید. یک پنجره باز میشه که لیست همه درایو هایی که بیت لاکر روشون فعاله رو نشون میده. روی درایوی که میخواید قفلش رو بردارید، دکمه Turn Off بیت لاکر رو بزنید. ویندوز ازتون میپرسه آیا مطمئنید میخواید رمزگذاری رو خاموش کنید؟ روی Turn Off بیت لاکر کلیک کنید. حالا ویندوز شروع میکنه به رمزگشایی یا همون دیکریپت کردن درایو. وقتی فرایند تموم شد، آیکون قفل از کنار آیکون درایو حذف میشه و درایو بدون رمز قابل دسترسه و درایو شما آزاد شد. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه.